آره نتونستن بیان دیگه، خیلی هم به سختی اومدم، با شرایط غیر رسمی هم اومدم و خیلی هم سخت بود. از تو کوها به صورت قاچاق اومد، چون مرزها اونجوری که باید شایسته برای ما باز باشه، راحت بتونیم بریم بیایم بدون سوال جوابی، بدون گیر و گوری، بدون هزینه‌ای، واقعا اونجوری نیست. یعنی همچین قانونی فعلا وجود نداره که یه بازمانده راحت بتونه بره بیاد، چون دیگه متعلق به هر دو تا ملته، متعلق به یه دنیایی که بعد از جنگ این برنامه رو براش به وجود آورده. اعلام شد دیگه، پارسال بود، تقریبا یک هفته مونده بود به سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه، رسما اعلام شد و من الان تذکره و جنسیه‌مو گرفتم. خلیل صالح محمد. وضعیت آزمایش من 3 جا انجام شد، هر 3 تام تایید کرد، هیچ مشکلی هم نداره. خیلی مشخصه اون نیازهایی که یه بازمانده برای حداقل زندگیش وقتی میاد تو شهر خودش نیازه، یه مسکن میخواد، یه معاش خوب میخواد، وسایل زندگی میخواد، با یه حداقل هزینه که بتونه گذران عمرشو بکنه. چون من زن دارم، بچه دارم. دوام اوایه خلیل نرواتو به نهمیری شتکی باب کنم ناری والک پاو بجی ما دوام اوایه ام فرمان نرواتو شتکی باب کنم دانشته بیله هربزه بیله هر شوینه. لوتی که دوزی تو تو چند جار سردانی کردی؟ تو انی چند جار سردانی بکا؟ او چند جار سردانی توی کردی؟ ذكرت بيذكر الله ما يهاتبته بقى صاحبه هيني وخوا ازالي لك هنا لقمه جيتو ورجال ده مش دوام اويا ام ما نرواتو بناهمي اشتكي بوب كان اگر حكومت مان هي صاروخ مان هي يا جواب مان بلا يا دنيا مان